چو دانش بود با خرد بهتر است که کان دانش است و خرد گوهر است خرد بنهد ابر تخت عاج خرد بنشیند بر سر مرد تاج خرد را بیاموز از آموزگار برآموختن بر تو عیب مدار که چون بر خرد دست بریافتی سر از راه گمراه برتافتی شود بر تو روشن که یزدان پاک برون آورده است از تیره خاک خدای جهان و جهان آفرین که بر وی سزد بیگمان آفرین. حکایه گاو یکرو. همین گاو چی بی‌ادبی کرد در درون ناخنک و چه خیلی رام کردن. حکایه مجید سلیم. گاو یکرو از استاد مجید سلیم. گاو یکرو وقتی که صاحبش وفات میکند او خیلی یکروی میکند و برای دوشیدن او هیچ کس را راه نمیدهد و برای همین چند قدر که او را میخواهند خوراک میدهند خوراک نمیخواهد یکروی میکند و روز بوی چیزی را میفهمد گویا که همان وقت دختری همان صاحبش میدراید از در و لباسهای مادرش را پوشیده به نزد گاو می آید گاو معاص میکشد و همدردی خود را قبول میکند و در همان وقت دختر او را میدوشد از همان زمان آن دیگر گاو تنها به همون دختر رام کرده شده بود. تشکر. چند چیستان از یاد کردید؟ 150 چیستان. آمد و رفت او را آمد و رفتی او را هرگز کسی ندیده ای وای اگر رود او از دیده ها پریده. جواب این چیستان خواب می باشد. چیست آن که در تنی ماست؟ چیست آن در تنی ماست یک عضو بیقرار است ما خوابیم یا که بیدار در یک مرامی کار است. جواب این چیستان دیل. داشتن او دشوار است برای گربه کار است. جواب چیستان موش. خب خودتان چیستان ها دلخواه خانه از دو دریچه و دنیا کنی تماشا هرگاه که گردی خسته دریچه گردد بسته. جواب این چیستان چشم. از این درک با اون درک خواهرکی مژده برک. جواب این چیستان تلفن. ضرب المثل و مقاله ها. ضرب المثل. مرغزیده از بند الله میترسد نه سیخ سوزد نه کباب دویدن گوساله تا کهدان از کرنیچی یک پوف. از کرنیچی یک پوف معنیش شرده؟ یعنی از کرنیچی یک پوف همین با یک یعنی مثل یک زدن آهنگر و صد زدن سوزنگر هم موافق می آید. در اینجا گفتن که همین از یک وقت که توی می شود از یک کرنیچی یک پوف هم برای همین بازم می شود. مرحمت لطیفه هایی گوید که پسری به امتحان می آید و پدرش به او می گوید اگر این سال هم از امتحان نگذشتی مرا پدر نگوی. پسر مایلش می گوید و به امتحان می درآید. وقتی که می براید پدر می گوید ها پسر جان چی شد؟ پسر می گوید شما کی؟ از پسر که خودساله می پرسند هرگاه در یخدان رو کشایی چی می خوری؟ یک شپوتی از مادرم. معلمه از خوانندگان می گوید می پرسد که از همه دندان های آخر کدام دندان هست؟ افندی جواب می دهد دندان های صنعی. خب یک رباعی خلق خوانید. نوروز شد و لاله خوشرنگ برآمد بلبل به تماشای دف و چنگ برآمد مرغان هوا جمله بکردند پرواز مرغ دل من از قفس تنگ برآمد. حکمت خوش زیستن. وقتی که در اینجا عبدالرحمن جامی را به جای معلم آوردند وقتی که معلم نشسته بود شاگردش به نزد او می آید و می گوید که استاد چرا شما همه وقت خودسند هستید هیچ وقت زیغ نمی شوید؟ معلم می گوید برای اون که من هم در وقت جوان بودم این را از معلمم پرسیدم. معلم به من جواب داد که وقتی که من از صبح می خیزم هم به خود سوال می دهم اویا این روز خودسند باشم یا غمگین و هر وقت خودسند را انتخاب می کردم. من هم یک تزگاه خونید بعد کفایه. از محبت نعمت زاده. مرود جوره خود مرودهای مخمود مرجع خود مرود. افسانه پادشاه و دختری آهنگر خونده؟ بله افسانه خلق تاجیک به حساب می رود.
همین دختر چی نام داشت؟ دختر عدالتخان نام داشت. بله تشکر. بعد آدم با چی زنده است؟ آدم با امید زنده است. جواب دهد عدالتخان. درختی سوال جوابه. نیتی نیک چی و نیتی بد چی؟ نیتی که همه مردم میکنند نیتی نیک است. نیتی که یک شخص برای ضرری مردم میکند نیتی بد است. آفرین. پدر صابر با شریف نوچه و حیید برای چی جنگ کردن؟ پدر صابر با او برای آب جنگ میکند. بعد همین حادثه عائله صابر اینو به کجا کوچیدن؟ به کجا رفتن؟ به تاشکند و پدرش به مردکاری مشغول میشود. در یاد شما هست که وقتی که زندگی اونها تینج میشود، آسوده میشوند، نون خوردن مییابند، همین دو نفر باز به نزد همین پدر صابر اومده بودند. همین خیلی در یادتون هست همین چیز؟ همین آدمانی که او با آنها همین دو نفره که جنگ شده بودند. جنگ میکنن باز به نزد او میآیند. برای چی؟ برای که وقتی که وضعیت آنها خوب میشوند و اما وضعیت اینها خیلی بد میشود. بله. برای نانکوبی به نزد آنها میروند. خلق خود رو بشناس. همین رو کی گفت و به کی ها گفت؟ خلق خود را شناس. این را به صابر پروفسور اندریف میگوید که خلق خود را شناس. بله تشکر. از حقیقت تلخ کی نوشته است؟ حقیقت تلخ را بهرام فیروز نوشته است. همین سلیم چرا اکش رو با سنگ زد؟ سلیم وقتی که اکش را با سنگ زد برای آن که او را به آسیا بردن نخواست، برای همین او را به سنگ میزند. بله. از همین اثرهای فانتاستیکی کدام اثرهای خوندگی هسته شما؟ از همان نویسنده‌ای که اثرهای فانتاستیکی بسیار می نویسد این عبدالملک بهاری می باشد که زنبور عینکدار و عجایبات نادر را مطالعه نمود. و با سوم قسمش بازگشت نام دارد. من بله بازگشت. همین پدری جمال چی علت داشت؟ پدری جمال پایش چوبین بود برای آنکه در جنگ استالینبورگ او معیوب می شود. بعد همین پای او شفا یافت؟ ولی وقتی که زنبور عینکدار به جمال ویتامین سفید می دهد پای او صحت می یابد. یعنی که همون استخوان پایش می سبزد؟ بله استخوان پایش می سبزد است. در دفترتون هست دخترکی چیلکوکول. دخترکی چیلکوکول کوکول هایش مثل گل وقتی به پس میبرد همه هوس میبرد چیلکوکولای یاسمن دوگانه جانی من دودانه زفر. محافظتگری من دارم سگی الوچه بسیار شوخ و بلوچه از خانه که برایم دیگر نمیخورم غم سگی الوچه من شوخ و بلوچه من محافظتگری من میستد بربری من. این هم از شعر دوشنبه. عجب شهری دلارای دوشنبه خیالم زیب دنیای دوشنبه شدم سرسبز در آغوش مهرت چو دل در سینه ام جای دوشنبه. آغوش مادر گرم است و فورم آغوش مادر فورد به جانم آغوش مادر عطر فراوان آغوش مادر بوی بهاران آغوش مادر. تشکر. از کدام فصل سال است؟ از تیرماه است. درباره تیرماه شعر میدونی؟ بله. شعری کی؟ از محبوبه نعمتزاده. کنی خون؟ تیرماهی زرین مو تیرماهی زرین رو گویم تو با کی مانند به عروسکی خوش رو انوری دونه دونه دل افروز و دلانه خربوزه های شیرین سیبکی سرخ خونه. افسانه دوست داشتی تو کدام است؟ افسانه دوست داشته من این پند پدر به حساب میاد. پند سیمش چی بود؟ پند سیمش آن بود که وقتی که تو به بیرون میبری باید آدمان به تو تعظیم کنند. پسر از این گفته پدر حیران میشود و میگوید که چه وقتی که من به بیرون میبرم آدمان رو مجبور میکنم که به من تعظیم نمایند. پدر میگوید خیلی آسان وقتی که تو سحر بر وقت از خواب میخیزی و به صحرا میبری آدمان تو را حرمت میکنند و به تو سلام میدهند. این خود تعظیم میباشد. سلام خود تعظیم است. از نیت این یک افسانه هستم. بله. نبیری کمپیری بی بی سارا کی بود؟ نبیره کمپیری بی بی سارا
оламоро буд. پادشاه و وزیرش چه خیلی آدمان بودن؟ پادشاه و وزیرش بخیل بودند، بیرحم، ظالم و خسیس بودند. همین خسیس چی معنا دارد؟ خسیس یعنی آدمانی که ممسیک، خسیس گفتم میتونم. یک افسانه بسیار خوب است. بخت باشد و عقل نباشد چی می شود؟ خونده یا؟ در اینجا خب کیها بحث کردند؟ عقل و بخت بحث کردند. خب عقل چی گفت؟ عقل گفت که اگر من به این کودک یعنی عبدالحلیم یار شوم به همه مرادش میرسد. بخت چی جواب داد؟ بخت جواب داد که تو باشی و نباشی فرقی ندارد، اهمیت ندارد. عبدالحلیم از کجا چی یافت؟ عبدالحلیم از یک غار 20 خم زر یافت. خب عجایبات نادر رو خوانده ای. مرگ در وقت سفر بسیارتر درباره چی گپ میزد؟ مرگ بسیارتر در وقت سفر درباره طلای و نقره، بایگری، ثروت گپ میزد که و یاری دادن به کمبغالان. خب در همین قصه درباره یک عراقی شکاری و حتی جنگی مردم استرالیا نام گرفته شده است بومیرنگ. همین چی است همین بومیرنگ؟ بومیرنگ این یک اسلحه چوبینی ساکنان استرالیا می باشد. مهمترینش همین چوبین است. برای سنجیدن گریش عمک و مرگ و جمال نادری ها چند سوال دادن؟ نادرینا 43 سوال تیار نمود. خب تابستان پولاد تالیست. همین قاسم جان چه خیلی بچه بود؟ قاسم جان یک بچه تخمینا 17-18 ساله بود که ریشون مویلبش برآورده بود. وقت او توپیش را وقتی که به سرش یک شاخه می‌نهاد و یک دسته موی قطران رنگش را به بیرون نهاده بود. او وقتی که از چهره او یک چهره غمگینی داشت. در تنش چه لباس میپوشید؟ در تنش یک مایکه سرخ به آستین داشت. شاکر تراش بحثا میگه که تو هم از تقویت نمیمونی به هوای مانند. این چه معنا داره میگه؟ یعنی تو همه عیار و فریبگر بودنی عبداللطیف تقوا را میدونند بغیر از حسن. حسن نمیدونند؟ بله. چرا شاکر رو شاکر تراشه میگفتن؟ همین سبب تراشه لقب گرفتن همین شاکر چی بود؟ برای آن که این تراشه معنایی که به هر یک خود باشد، کلام باشد، او دقلانه صحبت میکرد و او را برای همین تراشه ماندن. من حس کردم که هیچ کس با او برابر شدن نمیخواهد و آدمانی بسیاری او را نقص نمیبینند. برای آن که وقتی که آنها با او برابر شوند آنها البته شرمنده میشوند. همین الفبای یکم از دوم با چی فرق میکند؟ مثلا در الفبای یکم در برای فرض کنیم در مورد حرف ا تمام کلمه ها با حرف ا نوشته شده است. بله. در کتاب دوم چی خصوصیت دارد؟ در الفبای دوم باشد با همه حرف تنها همین حرف ا گفته با همه حرف آورده شدن و این چنین در آنها در یک جایش با ا تیزگویک شعر هم آمده شده است. همین کنفت در آخر نصیبی کی می شود؟ نصیبی زاغ می شود. کنی چگونه چی واقعه شد؟ سلیم و کریم برادران بودند. سلیم که با او تقویش کنفت می دهد او نمیخواهد که با کریم او را همه را با او تقسیم نماید و او را با بالای بام می پرتاید. وقتی که با بالای بام آن را می پرتاید برای او را گرفتن می آید که زاغ آن را می گیرد. یعنی وقتی که نفسی آنها نفسی بد داشت همین سلیم این نفسش راه نمیدهد و کنفه نصیب دیگر کس می شود و از این عبرت می گیرد. از ادبیات معاصر کدام داستان ها را خواندی؟ از ادبیات معاصر داستان غفار میرزا، داستک و افسانه 3 سانه، قشلاق طلایی، ما از پامیر آمدیم، رود و قطره. همین ما از پامیر آمدیم و پره خواندی؟ پره خواندم. مقصد منظور حفظ کردن نیست. از اول مضمون اثر یعنی در خاطرت هست همین خیلی نه؟ بله خواندم، پره خواندم. قشلاق طلایی
کجا بوده است؟ قشلاق طلایی این دهه که آنها زندگی میکرد به قشلاق طلایی مبدل میگردد و وقت که پسرش را او میبیند لباس او دریده بود و پسرش او را دیده حیران میشود و میگوید که من پسر تویم. آنها معلوم میشود که پدر و پسر هستند. او را به خانه میبرند. قشلاق آنها چنان زیبا میشود بعد از چندین سال که به قشلاق طلایی مبدل میگردد. نه، تنها همون یعنی قشلاق طلایی برای باغ و بوستانش، برای زیبایی او صحبت میکند. دکتر ملوزاده استاد گفتن که من اولین دو کلمه که با زبان روسی یاد گرفتم همین و همین بود. کدام کلمه ها؟ او اولین بار دو کلمه زبان روسی یعنی ماما و سادیس را یاد گرفت که خیلی خودسند شد. سادیس چی ترجمه دارد؟ سادیس نشین. من سرزمینی آریا را دوست دارم. خاک دلانگیزی شما را دوست دارم. این شهرها، این خانه ها، این کوچه ها را، این مردمانی بیریا را دوست دارم. شعری کمال و آسمانی سیر دریا، من این خجندی بی‌بها را دوست دارم. در گوشی من پیچد صدای کاروان ها، در راهی ابریشم دعا را دوست دارم. مستی صدای دولت زردوشت هستم، خاک دری میخانه ها را دوست دارم. من درد را از استخوانش می شناسم، هم مردم درد آشنا را دوست دارم. میهن پرستی شیوه آزادگان است، آزادگی بر هر کجا را دوست دارم. آزادگی درد است و درمانش بود عشق، این درد زیبا و دوا را دوست دارم. گلهای وطن ماییم، سیمای وطن ماییم، دنیای وطن ماییم، فردای وطن ماییم. نمیرم از این پس که من زنده ام، که تخمی سخن را پراکنده ام. هر آن کس که دارد هوش و رای و دین، بعد از مرگ بر من کند آفرین. آفرین. تشکر.